زنی که بر سر حجاب میپوشه ولی بر تن لباس های تنگ و تنوک میپوشه، بروک میپوشه، چی حکم داره؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، هر زنی که اگرچه بر سر حجاب میپوشه ولی بر تن لباس های تنگ و تنوک یا لباس های نیم برهنه میپوشه، بروک میپوشه، چون این زن طبق حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در لعنت الله گرفتار است. یعنی چون این زنی لعنتی است و داخل جنت نمی شود و حتی بوی جنت هم در مشامش نمی رسد. خواهرای عزیز خوب گوش اندازه، این سخنهای من نیست، سخنهای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید دو گروه از اهل دوزخند، یعنی دوزخی هستند که من تا حال اونها را ندیدم. گروه اول اون مردمی هست که در دستشون به مثل دم گاو تازیانه مردم میزنند. دوم گروهش همون زنهایی هست که با وجود لباس پوشی، با وجود پوشیدن لباس، اونها برهنه و لوچ هستند. کاسیات عاریات، لباس پوشیدن ولی با وجود لباس پوشی اونها برهنه و لوچ هستند. یعنی لباس اونها یا نیم برهنه است، یا لباس اونها تنگ است یا تنوک است، یا یک لباس چسبان پوشیده است که تمام پستی و بلندی بدنش نمودار میکنند. خواهرای عزیز خوب گوش اندازه که این سخن من نیست، سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرهای آنها به مثل کوهان شتر بلند است. امروز ها میبینیم که حجاب میپوشند ولی همون در تاری سرش همین خیلی موهاش بلند کردگی است، از ته حجاب موی سرش همون بلند کردگی است که به مثل همون کوهان شتر بلند است، که در لفظ حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همون صفتهای زنهای دوزخی را بیان میکنند. خواهرای عزیز خوب اندیشه کنه که همین صفتهایی که در لفظ حدیث بیان شدگی در شما دیده نشود. چون این زنها میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که داخل جنت نمیشوند، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ریحها، چون این زنها داخل جنت نمیشوند و حتی بوی جنت هم در مشامشون نمیرسد. سبحان الله. امروز ها میبینیم که یک زن مسلمان بروک میپوشه به مثل مردها، ولی همین که در سرش یک حجاب کشیده است. این آیا مسخره کردن حجاب نیست؟ هر مردی که اگر بینه که زنش حجاب میپوشه ولی با وجود حجاب پوشی لباسی تنگ و تنوک میپوشه، بروک میپوشه که همون پستی و بلندی بدنش نمودار است، والله قسم همین خیل مرد دیوس است. دیوس همون مردی را میگن که در اهلش، در زن و در فرزنداش، در خواهراش، در مادرش همون خیلی لباس های تنگ و تنوک، لباس های نیم برهنه را میبینه که همون همسرش یا مادرش یا خواهرش، دخترش با مردهای بیگانه صحبت میکنه، پروایی نداره، نه در سر لباس اونها کار داره و نه در همون راه رفتار اهل و عیالش. خب این خیلی مرد دیوس میگن. و هر زنی که چنین سر و لباس داره زن دوزخی است. این سخنهای من نیست. خواهرای عزیز شما از من خفه نشوی. اگر خفه میشوی، اگر یگون اعتراضی داره، شما باید که بر سر این حدیث های جناب رسول الله اعتراض داشته باشه. به همون پیامبری که شما ایمان داره، اگر ایمان داره، اگر ذره ایمان داره، این سخنهای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما ارزشی داره و شما کوشش میکنه که این صفتهایی که در این حدیث آمدگی این صفتها را در شما دیده نشود. شما کوشش کنه که از جمله او زنهایی باشه که واقعا حجاب اسلامی را بردارن، لباسی تنگ، لباسی تنک، لباس های نیم برهنه نمی پوشن و حجاب این طور مسخره نمی کنن. خواهرای عزیز از الله بترسه. در دیگر حدیث می بیا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که
وقتی که من در شب معراج رفتم و دوزخ بر من نشان دادن، اکثر دوزخی ها را زنها را دیدم. شما خواهرای عزیز از الله بترسه و کاری بکنه که طبق فرموده های خدا و پیامبر رفتار کنه و عمل بکنه. والله اعلم بالصواب.